اروپا چگونه پیش رفت و یا رشد کرد. ما می‌دانیم که در گذشته اروپا از شرق عقب مانده بود و چی شد که آنها پیش رفتند، ابرقدرت شدند. اما این تغییرات ها، اما این نوگانی ها به دوره احیای اروپا راست می آید. رنسانس از دوره فروپاشی امپرای ریم تا دوره احیا اروپا آرامی را ندیده بود. زمینه ناآرامی ها از اینجا آغاز می شود، وقتی که امپرای ریم به دو قسمت تقسیم می شود. دوره سیاهی اروپا از فلورنس آغاز می شود و دوره احیا هم از اینجا شکل می گیرد. برای تجارت بزرگترین و زیادترین زرافخانه ها در اینجا ساخته می شوند. بعد از اینجا یعنی فلورنس، تغییرات در هلند دیده می شود. آنها خود را تغییر می دهند. برای احیا یا رنسانس اروپا یک نفر با نام لئوناردو داوینچی سهمی ارزنده گذاشته است. در این دوران دستگاه های چاپی کتاب هم پیدا می شود. کتاب های زیاد چاپ می شوند و در سراسر اروپا پخش می شود. فکرانی مردم هم دیگر می شود. در آخر عصر 15 بحرنوردان اروپا به بحرها شتاب کردند. یکی از بحرنوردان مشهور اروپا این کریستوفر کولومب به حساب می رود. هنری هشتم شاه انگلیس تأثیر دین را به حکومتش دور می کند. مداخله آنها را کم و از میان می برد. با همین انگلیا نسبت دیگر دولت‌های اروپا رشد می‌کند. برای رشد اروپا انقلاب فرانسه تأثیر خیلی عمیق می‌گذارد. بعد از انقلاب فرانسه تماماً کلیسا از حکومت یا حکومت از کلیسا جدا شد. این باعث رشد کردن دولت فرانسه شد.